سلام، من مستر سی ام و عاشق ساختن چیز میزام که خب بعضی وقتا کار میکنه بعضی وقتا نه. اما خب بخش فان ماجرا همینه دیگه. من اینجا با انجام دادن چیزهای مختلف رو یاد میگیرم. پس قراره اینجا تر بزنیم، جمعش کنیم، دوباره تر بزنیم و جایی که به چیزی که میخوایم برسیم. من هنوز خیلی حرفه‌ای نیستم، فقط یه یارو هم که از درست کردن این وسایل لذت میبره و پروسه‌شو باهاتون به اشتراک میذاره. مثلا اگه تو هم لنگه من لیمیتد ادیشنی جای درستی مثلا مستر سی رو اینجا هر پروژه‌ای یه داستانی داره. اینجا قراره با هم نه فقط جنس بلکه خاطره بسازیم. فکری تموم شده بود. تصفم سخت اشتباهی پشت صحنه‌اش مونده. فقط یاد نره کانال یوتیوب منو ساب و پیج اینستا منو فالو کنیم. بریم برای پشت صحنه. نگاه کن چه تری زدیم، یعنی قشنگ کثافتی کشیدیم به همه جا. این همش هم تقصیر این بی پدره. ببین من ناکنی این کمشه. من توی یه ویدیو جدا اینو به فجیع ترین شیوه ممکن منهدمش میکنم و داستان پشت پرده این که چرا انقدر از این بدم میادو میگم. دیگه من نمیدونم این چند تایی گرفتم. بریم برای تیکش. آقا جدی بابا کیه دارم میبینم از این سوسا دارم بزنم چلو باشد کنی الان اینجوری هم که دیگه لخت ببین نه اونجوری نه اشیا که وقت کردن اینجا بمیرم جدیدی من سوسک رو دیواره واقعا الان هیچ سوسکی رو دیوار نیست فقط با هم دیگه نه بومبون نزن دیگه گوه مالیدم اگر که بعد مرسی متشکرم. به این نتیجه رسیدم که غراب